appears in TV and public gatherings every سرخط خبرها، پاسخ قاطع عراقچی درباره جانشینی مقام رهبری ایران در صورت ترور آن توسط آمریکا. آغاز حساس‌ترین مرحله مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در اوج تنش‌ها. ادعای عجیب رسانه انگلیسی از بسته پیشنهادی ایران به آمریکا و پیچیده‌تر شدن مسیر مذاکرات ایران و آمریکا با اعلام شروط جدید ویتکا. سلام، با این بسته خبری از کانال فارس نیوز 24 خوش اومدید. سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ایندیا تودی درباره جایگزینی مقام رهبری در صورت ترور گفت: من در رسانه‌های آمریکا و جاهای دیگر پیشنهاداتی درباره ترور رهبر و ایده‌های مشابه دیدم، اما حتی در وسط جنگ و فشارهای شدید نظام توانسته دفاع از خود را ادامه دهد و هیچ خللی در آن ایجاد نشده است. وزیر خارجه ایران تاکید کرد: اگر دوباره چنین چیزی اتفاق بیفتد، نظام اون را مدیریت خواهد کرد و هیچ نگرانی وجود ندارد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای انجام سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا به ژنو سفر کرده است، چهارشنبه شب با سید بدر البوسیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن قدردانی از وزیر امور خارجه عمان برای کمک به پیشبرد روند دیپلماتیک جاری، موفقیت مذاکرات را مستلزم جدیت طرف مقابل و خودداری از رفتارها و مواضع ضد و نقیض دانست. وزیر امور خارجه عمان با تمجید از ثبات قدم ایران در پیگیری رویکرد دیپلماتیک راجع به موضوع هسته‌ای بر آمادگی عمان برای ادامه این مسیر تاکید و ابراز امیدواری کرد که با جدیت متقابل طرف‌های گفتگو، این مذاکرات منجر به نتیجه مورد رضایت طرفین شود. همزمان رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی درباره مذاکرات با ایران گفت: یک روند دیپلماتیک آغاز شده است که اکنون به اوج آن رسیده، چرا که آمریکا صراحتاً نشان داده است قرار نیست هفته‌ها و ماه‌ها به بحث کردن ادامه دهد. مدیر کل آژانس افزود: روند دیپلماتیکی که پس از جنگ کوتاه 12 روزه آغاز شد ناگزیر بود، چرا که حتی با وجود این ویرانی، مواد هسته‌ای یعنی اورانیوم غنی شده با خلوص بالا که برای ساختن کلاهک‌های هسته‌ای نیاز است و ایران آن را انباشته، هنوز در آنجا قرار دارد. او در ادامه با اشاره به تشدید تنش‌های نظامی میان تهران و واشنگتن با گسیل ناوگروه‌ها و جنگ‌افزارهای اضافی ارتش آمریکا به منطقه گفت: این موضوع باعث شکلگیری شایعات جنگ شده است. به بیان دیگر، وضعیتی بسیار خطرناک در اینجا و در پس‌زمینه مذاکرات دیپلماتیک در حال شکلگیری است. بنابراین به نتیجه رسیدن این مذاکرات بسیار مهم است، چرا که در غیر این صورت، به گفته شخص رئیس جمهور ترامپ که هفته گذشته شنیدیم، اگر مذاکرات دیپلماتیک موفقیت‌آمیز نباشد، اتفاقات بدی خواهد افتاد. سایت انگلیسی دیلی اسکوپ مدعی شده است که یکی از بندهای بسته پیشنهادی مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در ازای خروج اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، لغو حمایت آمریکا از گروه مجاهدین خلق از جمله قطع حمایت مالی از این گروه و اضافه شدن این گروه به لیست گروه‌های تروریستی و تحویل فرزند و همسر شاه سابق ایران و مصادره دارایی‌های خاندان پهلوی بوده است. واشنگتن پاسخ این موضوع را به آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا واگذار کرده، ولی پاسخ به بخش‌هایی از این درخواست دور از انتظار نیست. یک رسانه آمریکایی ادعا کرده است که مذاکره کننده ارشد آمریکا شرط جدیدی برای توافق هسته‌ای با ایران تعیین کرده است. پایگاه آکسیوس مدعی شده استیون ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، اخیراً در یک جمع خصوصی گفته که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران باید برای مدت نامحدود و دائمی ادامه داشته باشد. به نوشته این وبگاه، ویتکاف در یک گردهمایی خصوصی به حامیان مالی آیپک، کمیته امور عمومی آمریکا اسرائیل، اعلام کرد که دولت ترامپ در هر توافق هسته‌ای آینده با ایران حذف کامل سازوکارهای موسوم به بندهای غروب Sunset Provisions را مطالبه می‌کند و این توافق باید به صورت نامحدود و دائمی باشد. منظور از بندهای غروب شرایطی در توافق هسته‌ای برجام است که تعهدات ایران درباره برنامه هسته‌ایش را به مدت زمان خاص محدود می‌کردند. به گفته یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از اظهارات ویتکاف، او تاکید کرد: ما با ایرانی‌ها از این پیش‌فرض شروع می‌کنیم که هیچ بند غروبی وجود نخواهد داشت. چه به توافق برسیم چه نرسیم،
هستیم. دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای قرار است امروز در ژنو برگزار شود. ویتکاف و جرد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، انتظار می‌رود با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کنند تا پیشنهاد دقیق هسته‌های تهیه شده توسط ایران را بررسی کنند.